این شرکت جدی است. حیات شخصیت رو به اینجا نباید وارد کنی. حیات شخصیم رو داخل نکرده با قاعده و قانون کار کرده ایستادم. با مرد و قادر معامله مخصوص کرده نمی شود. مرد دانشگاه را برای 1 سال قطع کرد و این به بیکار گشتنش سبب نخواهد شد. آنها در اینجا کار میکنند و کار را می آموزند. مرا برای همین اینجا جیغ زدید؟ بله. بیهوده جیغ زدید پدر، چون که من با این کار نمیکنم. با من باشد فرق ندارد. پدر، اگر وای باشد من نیستم. تو حق مجبور کردن رو نداری کمال. یا در این شرکت همراه کار میکنید یا اینکه کار نمیکنید. این موضوع بحث پذیر نیست. اگر کار کردنی باشد به شرطهای من رعایت میکنید. مایلش، من به شرکت شما احتیاج ندارم. مرد، آیدین در یک جایگی صحبت میکنیم پسرم. درباره چی هم صحبت میکنیم مادر؟ با پدرم و پسرشون برای کار. براو. من آنها رو با متحد کردن کوشش میکنم، اما تو باشی با فکرهای عائلت آنها رو پراکنده میکنی. رفته با مرد صحبت کنی خوب میشود سوزن. برای او در اینجا کار کردن از همه خوب است. این رو تو نقص میدونی. همینطور نه؟ همین خیلی که او دو میشویم یعنی. باید همانو سر کنید. همینطور نه؟ سوزان، در وقتی ناموافق اومدم؟ از برای خدا بگو که لحظه های خوب است فیلیس. سوزان، گویا که همش در راه خودش باشد. بچهش رو به شرکت آورده است که با مرد همراه کار کند، مثل اکا و دادر. در کلوب کاری کردت را با سلما شنیدم. خواستم که از خودت شنوم. یک لحظه چیچک زنگ میزند. لبای دخترم. الو مادر، پدرم در مکتب دخترش رو معلمه کرده است و ما هم درس میدهد. دیوانه میشوم آخی. فهمو دخترم، آروم شو. آروم. حق استی حق. سهر با تو آیدی چی صحبت کرده بودیم؟ یگان کار نکن، آروم شو. به یگان کنج رفته تا 10 شمار و آروم شو. با کسی صحبت نکن. من کمتر پس آنجا میایم. مرا انتظار شو. یک کار دارم، حالا میایم. آن دختر رو تو به مکتب چیچک معلمه کناندی؟ آن دختر نام دارد سوزن. حسرت رو به مکتب چیچک معلمه تو کناندی کمال؟ با راهبریت مکتب گپ زده میانجی شدم. تنها همین. بسیار خوب. این سفسطه رو به آخر رسون. چیچک زنگ زد. سخت خفه شده است. چیچک طلبه است. با گذشت وقت عادت میکند. باید استادانش را احترام کند. در حقیقت باور میکنی؟ بعد از کرده هایت فرزندانمون با یکدیگر اپا و خواهر و اکا و دادر میشوند. چیچک با اون دختر اپا میگوید همین طور فکر میکنی؟ بله، در حقیقت باور میکنم. در حقیقت همین طور میشود. با یکدیگر شناس میشوند، میفهمند، خون میکشند و بعد به یکدیگر انس پیدا میکنند. پسرانم در اینجا کار میکنند. حسرت باشد در آن مکتب معلمگی میکنند. اگر اجازت باشد کارم را دوام دهم. سوزان برقصد میکند. میخواد که من دیوانه شوم. الو، گفتم را امروز اجرا میکنی. فهمیدی؟ وقت را بیهوده نگذرون. امروز تمام من حل میکنم خانم سوزان. تمام. میخواد که در همه جا آنها رو ببینم. در مکتب دخترش، در جای کار پسرش. سوزان آروم شد که صحبت کنیم. از وقتی آمدنم تا به سرم چرخ زد. نه، من باید با مدیر آن مکتب یک دو سخن گویم. سوزان ایستا، مرا انتظار شو.
چی گپ است؟ با پدرم چی نیران کرده استادایت نمیدانم، اما فکر نمیکنم که با گرفتن نسبی او با من برابر شده توانم. همراه کار کردن یک سو استاد، من حتی افتت را دیدن نمیخواهم. چی شد؟ ترسیدی که از تو موفق تر میشوم ها؟ گفته های تو از خود باوری نیست، خود را ندانستن است. شنیدن چنین سخن از شخصی که دوست داشته‌اش را ترک میکند و با دیگری یک جای میشود بسیار. تو چی گفتی؟ بار دیگر میگم، خوب گوش کن. شنیدن چنین سخن از شخصی که دوست داشته‌اش را ترک میکند و با دیگری یک جای میشود بسیار هم عجیب است. اجه با تو 2 روز پیش شنا شد، اما چی ها رو نقل کرده است؟ هیچ بیهوده هوا بلندی نکن مرد. تو سزاواری آن دختر نیستی. بهترش رفته سرت رو به سنگ ها زن. تو فکر میکنی که از من بهتر هستی ها؟ بله. عهده براتر، جسورتر، بله. موفقتر ها؟ عیناً همین. خطا میکنی و من این را به تو اثبات میکنم. رفتیم به نزد پدرمون، رویم و گوییم که کارو قبول میکنیم، میبینیم کدومی ما بهتریم. قادر جان، خانم آمینه چهارچوبه خالی هست؟ نمیدانم. تشکر، زحمت نمی کشیدی. با اشتهای تو من برای شما چهارچوبه پیدا میکنم. تشکر. به اینها باز چهارچوبه نمیرسید. پیشنهادتون را قبول میکنم. مادامی که اکم میخواد که با من کار کند، رد نمیکنم. خیر تو چی؟ من گفتم که به من فرقی ندارد. اگر متحد شویم کسی ما را شکست داده نمیتواند. این آغاز متحدی ماست. اینها میشوند؟ میشود. بسیار زیبا شد. به حادثه های از سر گذراندم باور نمی کنم. مشکلی چیچک نو به آخر رسیده بود. حالا از سر گذرانده اش را فراموش نکرده تو از شخصانی اویلا پریشان کننده برای چیچک معلمه تعیین کن. باور نمی کنم. سوزان جان، میدونم که عصبی هستی و حق هستی. با فکری من فرصتی در دست داشتت رو نمیبینی. فرصتی چی؟ توبه فلیس. گوش کن، تو با این دختر مناسبتی خوب کن، خنده کن، رفیق شو که به تو باور کند. بعدم چه خیلی که میخواهی به بلا گرفتارش کن. باز راست گفتی و باز تو با عقل میباشی فلیس. میدونم.